توهی شاه جلال باشو کوه بی زوال. شالوم دوستان عزیز، برادرها و خوارا، امیدوار هستم خوب و خوش و سرحال باشین. از محبت و فیض خداوند بهره‌مند بوده. نعمات و برکات خداوند همیشه در زندگی شما وجود داشته باشه و سرازیر شود. دوستان عزیز، بازم از تلویزیون اینترنتی مسیحیان افغان در خدمت شما قرار داریم و با یک موضوع جدید باز هم میخوایم کلام خدا را در خدمت شما تقدیم بکنیم. خب دوستان عزیز، موضوع برنامه امروز ما باز هم صلح هست. دوستان عزیز، اگرچه درباره موضوع یک بار دیگه هم صحبت کرده بودیم ولی باز هم میخوایم درباره از این موضوع صحبت بکنیم. امروز موضوع گرم افغانستان صلح هست و بسیار از مردم کوشش دارند که از طریق صحبت با طالبان و از طریق مفاهمه و مصالحه با طالبان و دیگه جوانب درگیری که در افغانستان وجود داره به یک صلح دائمی و کامل برسن. همگی مردم میگن که ما خواهان صلح هستیم، تشنه صلح هستیم و ما صلح میخواهیم و همگی هم میگن نظر راهی که میشه باید به صلح دست پیدا بکنیم و بعضی کسا باز میگن که نخیر، اگر ما صلح میخواهیم در حقیقت باید که بعضی از مسائلی که در جامعه دستاوردهایی که وجود داره باید که اونا پایدار بمانه، با اونا نباید که هیچ نوع مصالحه صورت بگیره. خب در این حال دوستان عزیز، ما و شما اگر ببینیم از لحاظ حقوقی، اگر ببینیم در این مسئله عدالت و انصاف را همگی کاملا چی میکنه؟ فراموش میکنن. یعنی اونا میخواین با کسایی که حتی قاتلین هستن و صدها هزار شاید میلیون نفر کشته باشن بدون در نظر داشتن و جرم و جنایت کردن صلح بکنن. خب چون صلح یک نیاز مبرم و اساسی است برای مردم افغانستان، شاید مردم افغانستان فکر میکنن خب ما از اون چیزایی که گذشته را صلوات میگیم و با آینده فکر میکنیم و گذشته را فراموش میکنیم و راجع به آینده فکر میکنیم. دوستان عزیز، شاید به این فکر هستن و حق هم دارن، چرا مردم افغانستان خصوصا در این 40 سال گذشته بسیار زیاد رنج دیدن و زحمت کشیدن و باید هم که مردم افغانستان حق دارن که به یک صلح دائمی و کامل برسن. ولی دوستان عزیز، ما میخوایم برای مردم افغانستان بگوییم که متاسفانه مثلا امی که ما با این کوشش‌های انسانی که امروز در دنیا به خرج میتیم، رسیدن به یک صلح دائمی و کامل با این شرایط و وضعیتی که فعلا در افغانستان است، این کاملا ناممکن است. چرا که ما راه حل مشکلات و منازعات مردم افغانستان را درست بلد نیستیم و از راه غلط به او را میریم. ما راه صلح و مصالحه را درست بلد نیستیم و از راه غلط به او میریم و میرسیم. دوستان عزیز، به خاطر از این که در یک جامعه صلح بیاید، مثلا در کشور افغانستان صلح بیاید، باید که اول این صلح را انسانا میاره. پس انسانا باید که اول در خود اون تغییرات را به وجود بیاره. یعنی تغییرات لازمه که هستک در انسان ها با وجود بیاید. یعنی انسان باید که همو قدرت محبت کردن با هم نوع خود و قدرت بخشش و هم نوع خود و همچنان قدرت ازی که در خود صلح و آرامش خداوند را داشته باشه تا بتونه با دیگران صلح و آرامش بکنه، این چیزا را ایجاد بکنه. ولی بدبختانه انسان نمیتونه این کار را بکنه. ما شما ببینیم در افغانستان گروه های مختلف تحت نام انقلاب و جهاد و غیره آمدن و مقاومت و غیره آمدن و هر کدامشون جنگیدن و هر کدامشون به نفع خود کارهای را انجام دادن یا به خاطر مقام و ثروت و غیره و ما شما ببینیم کسایی که آمدن و حتی به خاطر صلح جنگیدن، امروز میبینیم که جیبایشان پر است و پولای بسیار انگفت زیاد را به دست آوردن و انسان ها همیشه خواستن جنگ بکنن، حتی خواستن که به هدف و مقصد خودم برسن، اگر از راه خوبیش نشد از راه جنگ رفتن پیش در افغانستان. پس ما شما بینیم که انسان قادر به این کار نیست، خصوصا در افغانستان که ما هزار گروه و هزار رقم مردم داریم. مردم هر کدامشون میان و در فکر ازی هستن که اگر صلح هم میشه که ضررش بر من نرسه، اگر صلح هم میشه که باز چی منافع من در او داشته باشم. هر کس میخواد با آینده فکر میکنه که صلح میشه یک چیز جدید، حکومت جدیدی که با وجود میاد باید به او مسهم داشته باشم. یعنی مردم در فکر ازی است. در غیر از بیشتر از کسایی که میرن و در حیاتای هستن و در این حیاتایی که میرن صلح میکنن و گپ صلح میزنن، اونا زندگیشان، اولادشان، خانواده و فامیلایشان بیرون از افغانستان هستن. بر اونها هیچ فرق نمیکنه در افغانستان صلح باشه یا نباشه، ولی اونا میخواین که میز آینده اولادای خود خوب صحیح تضمین و ضمانت بکنن. یعنی مقدار پول را که به دست آوردن شاید کافی نباشه، بیشتر میخوان به دست بیارن. دوستان عزیز، ما گفتم که راه از اینکه در افغانستان صلح بیاید
و درایی که در افغانستان مثلا ما یک صلح دائمی، صلح حقیقی بهره شویم، این نیست که ما بریم مثلا عدالت را زیر پای بکنیم، انصاف را زیر پای بکنیم، یا ایست که ما خودمون بعضی کوشش‌های بکنیم به صلح برسیم. این به جای نمیرسه. اول باید انسان درباره خود فکر بکنه که ما چگونه میتونم که اول در خودم صلح را ایجاد بکنم، خودم با خود صلح داشته باشم، خودم با جامعه صلح داشته باشم، بعد از او برم به نزد مخالفین و اونا را به صلح دعوت بکنم. و این صلح اصلا امکانش در اسلام وجود نداره. دوستان عزیز، اگر افغانستان به دین اسلام باور داشته باشه، باور بکنین دوستان عزیز که هیچ وقت اینمی افغانستان اگر مسلمان بانه در اون صلح نمیه. به خاطر چی دوستان عزیز؟ به خاطر از اینکه ما شما ببینیم اسلام را و تاریخچه‌اش را ببینین. در اسلام اگر صلح وجود می داشت، مثلا عمر را و عثمان را طرفدارای علی نمیکشت. و اگر در اسلام صلح وجود می داشت و مسلمان ها به صلح باور می بودن و اسلام قادر می بود که در بین مسلمان ها صلح را بیاره، چی بگذار دیگه کسا را، هیچ وقت طرفدارای عایشه علی را نمی کشت. متوجه هستین دوستان عزیز؟ و همین رقم طرفدارای عایشه نمیرفت حسن نمی کشت و حسین نمی کشت. هیچ وقت یزید و حسین جنگ نمی کردن، هیچ وقت بین علی و معاویه جنگ نمی شد. ابتدای اسلام برتان میگم دوستان عزیز. پس ما و شما اگر اسلام واقعا دین صلح و صفا می بود، ما و شما دیدیم که شروع اسلام، آغاز اسلام با شمشیر شد، با جهاد شد، با غزا و غزوه ها شد و محمد خودش در 20 چند غزوه و جنگ اشتراک کرد. پس یک دینی که خودش با جنگ شروع شده باشه، یک دینی که شعارش جنگ و جهاد و غزا باشه، یک دینی که افتخار شهادت و غازی توب باشه، یک دینی که سمبل شمشیر باشه، او دین هیچ وقت نمیتونه در بین مردم صلح را بیاره. و پیروای او دین اگر اعتقاد بر دین خود داشته باشن و برن بگن انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، یا ای دروغی را بخوانند که آیات شیطانی است، هیچ گاهی از طریق اونا به صلح نمیرسن. علی و عمر صلح کردن نتانست، عثمان و علی صلح کردن نتانست، عایشه و مثلا علی صلح کردن نتانست، علی و معاویه با هم دیگه صلح کردن نتانست، و امی عایشه و حسن و حسین و یزید یا با هم دیگر صلح کردن نتانستن. و بعد از ما شما ببینیم سلسله اماما را که 12 امام بودن که اونا بین خود نصف شدن، مثلا یکی 6 امامی شد و دیگه 12 امامی شد، یا بین خود صلح نتانستن بکنن. امروز سنی ها می رقم به طریقای مختلف تقسیم شدن، با هم دیگر صلح کردن نمیتونن، هم دیگر خود را میکشن. و اسماعیلیه و احمدی و غیره شخبان اینو بگذاریم. پس هیچ وقت در اسلام صلح امکان نداره. اگر واقعا مردم افغانستان میخواین که به صلح کامل و دائمی دست پیدا بکنن، راه حلش است که از اسلام باید دست بکشن، بیاین به طرف خدای حقیقی و به طرف خدای زنده روی بیارن. خدایی که خدای سلطان صلح پرور است، خدایی که منبع و سرچشمه صلح است، خدایی که صلح میخواد، خدایی که میگه انسان ها باید در صلح زندگی بکنن. به این خدا باید روی بیارن، بعد از میتونن که اونا چی کنن؟ از صلح دائمی و حقیقی بهره مند شون. چرا که خدای حقیقی اول چی میکنه؟ انسان ها را میگه شما بین اولی صلح را از ما دریافت کنین، این خوشی را، این آرامش را، این محبت را، این بخشش را از ما دریافت بکنین. وقتی در شما این صلح و آرامش و بخشش و مثلا محبت ایجاد شد، بعد از او شما انسان‌های صلح پرور، انسان‌هایی که پر از محبت، انسان‌هایی که پر از بخشش و عفو می باشه میشین و شما میتونید که برین باز در جامعه تخم صلح و عفو و آرامی و بخشش را بکارین. او تنها زمان در افغانستان صلح و بخشش و آرامی و عفو امکانش هست که مردم از اسلام دست بکشن. چرا که اسلام گفتم شما سرگذشت تاریخش بخونید که از ابتدا مسلمان‌ها که دیگر خود کشتن تا به امروز آمدن. متوجه است؟ امروز هم در دنیا نشانهای اسلام ببینین، در سوریه ببینین نشانه اسلام، در افغانستان ببینین نشانه اسلام، در پاکستان ببینین نشانه اسلام، در کشمیر هندوستان ببینین نشانه اسلام، فرض مثال در کشورهای عراق ببینین، در الجزایر ببینین، در نایجریا ببینین دوستان عزیز، در ایران ببینین. این نشانه اسلام از در شما صلح را میبینین. و همچنان دوستان عزیز، ما و شما بعضی کشورهایی که از اسلام دور هستند و به نام مسلمان هستند و با اسلام سر کار ندارن، ببینید تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، اونا ببینید که در یک صلح به سر میبرن. متوجه هستید؟ چون از اسلام دور هستند.
ولی در همونجا هم کسایی که به اسلام باور داره کنه این در افغانستان میان جهاد میکنن، این اوغورای چیچینی میان، ازبکا میان، تاجیکا میان، از کشورهای خود در افغانستان چی میکنن؟ اونا جهاد میکنن. پس دوستان عزیز، گپ در کجاست؟ گپ در اینجاست اگر مردم افغانستان واقعا صلح حقیقی میخواه، اونا باید که با خدایی که سلطان صلح پرور است و بر همگی صلح میخواه و هدف صلح است، به او ایمان بیارن و از او صلح و از او وقت است که او خدا انسان ها را قادر میسازه که با هم دیگر خدا هم صلح بکنه. مثل که مسیحا را میبینین در بینشان نه جنگ وجود نداره. ما آیه را که همیشه خواندیم، ما میخوایم این آیه را بخونیم و این آیه در حقیقت یک صدایی است از جانب خدای حقیقی و زنده یسوع مسیح بر مردم افغانستان و یسوع مسیح خدای زنده و حقیقی خداوند ما بر مردم افغانستان یک پیام داره و صدا میزنه بر مردم افغانستان. چی میگه؟ ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت میکشید، ای تمام افغانایی که زیر یوغ سنگین زحمت میکشید، یوغ مرا به دوش بکشید و بگذارید من شما را تعلیم دهم، نه اسلام، نه محمد، نه قرآن، نه حدیث، نه اماما، چون من مهربان و فروتن هستم و من به جانهای شما راحتی خواهم بخشید، زیرا باری که من بر دور شما میگذارم سبک است. عیسی مسیح خدای زنده و حقیقی امروز بر ما یک پیام داره بر مردم افغانستان. میگه ای مردم افغانستان که 40 سال حداقل 40 سال در خواری و زحمت بودین، شما میگه بیاین از من یاد بگیرین، مرا قبول بکنین، من بر شما آرامش میتم. شما که از آرامش بهره شدین، باز میتونین در آرامش زندگی کنین، کشورتان آرام باشه، اولادیتان آیندهتان هم از آرامش بهره مند شود. این پیام عیسی مسیح بر تمام مردم افغانستان. ولی اگه پیام الله را میخوانی، میگه برو میگه برو جهاد کن، برو شهید شو، غازی شو. شما میبینید اون روز کسایی 14 سال مردم در افغانستان کشتن، باز آمدن میگه با طالبان صلح میکنیم. برادر خود 14 سال 2 میلیون انسان کشتی، 2 میلیون هم معلول و معیوب کردی، تو آمدی در افغانستان صلح میخوایی؟ کسایی که آمدن در 5 سال حکومتشان مجاهدین افغانستان در و در کردن، خراب کردن، بین هم دیگه جنگ کردن، کوچه به کوچه هم دیگه را کشتن، اونا آمدن امروز از صلح گپ میزنه. او وقت چرا صلح را تو معنای صلح را نمیفهمی؟ کسایی که در زمان طالبان و بعد از تابال جنگای که صورت میگیره، اینا همشون آمدن از صلح میگه ما جنگ بیزار هستیم. شما اصلا کسایی هستین که جنگ را به وجود آوردین در افغانستان، شما چطور میگین که ما جنگ بیزار هستیم؟ در جنگ نفع شما بوده. ولی از طریقه خوب گمانم که شما میخواین که امروز از جنگ مثلا دور شدین، میخواین صلح بکنین. خود درست است، امروز آمدین شما صلح میکنین، صلح میخواین، تشنه صلح هستین، ولی رایش غلط بین، رایشی نیست. اونم اسلامی که سرتا افغانستان خراب کرد، اون اسلامی که در تابال چند میلیون انسان در افغانستان کشت، چقدر میلیون از افغانستان گریختان، چقدر معلول و معیوب شد، اونم اسلامی که امروز هم ترا میکشانه و بدبخت میسازه و انتحاری و دیگه و دیگه و دیگه، اونم اسلام از خود دور بکو. بیاین به پیام خدای زنده و حقیقی روی بیار. خدای زنده و حقیقی چی گفت؟ بیاین به نزد ما شما را آرامش میدیم. این پیام عیسی مسیح است و این را شما میتونید ببینید. هر کسی که به عیسی مسیح ایمان آورده و آرامش داشته و باعث آرامش، ایجاد آرامش در اون ماحول خود و جامعه و اجتماع خود شده. ولی بدبختانه هر جایی که ما شما اسلام مسلمانان را میبینیم، بغیر از بدبختی و بغیر از اینکه جنگ و جهاد، اگه خودشان هم جنگ و جهاد در منطقه خود نمیکنن مثل عربا، اگرچه در اونجا ظلم از طریق اجرای احکام شریعت بسیار زیاد است، ولی پول میفرستن بر دیگر کشورها که هم دیگر خود را بکشن و بزنن و از بین ببرن. و از دوستان عزیز، اگر واقعا شما به صلح نیاز دارین، واقعا تشنه صلح هستین، واقعا از جنگ نفرت دارین و خسته شدین، راه حلش است که اسلام را ترک بکنین و راه حلش است که دیگه از این بت پرستی اسلام دست بکشین، به نزد خدای حقیقی و زنده. خدای محبت است، خدایی که میگه مرا محبت کنین و بشر را محبت کنین. خدایی که شما را صدا میزنه، دعوت میکنه که بیاین و ما به شما آرامش میتم. به او خدا ایمان بیارین. وقتی که به او خدا ایمان آوردین، باز وقت است که شما صلح و آرامش پیدا میکنین و میتونین با دیگه هم صلح آرامش بکنین. در غیر از او ناممکن است دوستان عزیز. چرا که گفتم براتون، بازم تکرار میکنم، او در اولایتان که محمد با جنگ اسلام شروع کرد، تو دیگه چطور امروز میتونی صلح بیاری؟ در ابتدایتان که عمر و عثمان را علی کشت، طرفدارای علی و خود علی کشت، باز تو چطور میتونی که صلح بیاری؟ در ابتدایی که این عمر عثمان علی جور نامد، باز عایشه و علی جور نامد، علی را عایشه کشت. در ابتدایی که مثلا علی و معاویه با هم دیگه جور نامدن، 5000 مسلمان کشتن، تو چطور جور میایی؟ متوجه هستی که باز اون اولادای علی و مثلا معاویه هم با جان که دیگه یزید و
حسین افتادن و حسن شامزار دادن. در ابتدایی که مردم یک به گروه سنی و شیعه تقسیم شد، از ابتدا جنگ داشتن و باز شیعه به گروه های مختلف، سنی هم به گروه های مختلف تقسیم شد، تا به امروز در دنیا جنگ میکنین، کشورهایتان خراب کردین دیگه. شما باز چطور با واسطه اسلام صلح را میارین؟ امکان نداره. بین به خدای زنده و ایمان برین، دعوت خدا را بپذیرین که صلح واقعی نصیبتان شود. اگر شما دعوت خدای حقیقی را قبول نمیکنین و به او روی نمیرین و صلح حضور را دریافت نمیکنین تا در شما صلح ایجاد شود و بتانین در جامعه صلح شما با دیگرها ایجاد بکنین، دیگه دوستان عزیز شما خدا فریب میتین و تمامی حرفایتان که ما جنگ خسته شدیم هم دروغ است و کاملا حرفای غیر منطقی است. چرا که تو جنگ را با از طریق یک دینی که پر از جنگ و خشونت است که اسلام باشه خاموش کرده نمیتونی. مثل از سر آتش تو پترول مندازی، اسلام مثل پترول است، آتش افغانستان انداخته میشه. هر وقت اسلام ترک کردی باز اون وقت است که ما میتونی به یک نتیجه برسی که اینال ما صلح میتونیم کار بگیریم، چرا که اسلام دین جنگ است، دین شمشیر است، دین غزا است، دین شهادت است، دین غزاست و غازی شدن است. ما دیگه این دین ترک کردیم، میایم به خدای ایمان میاریم که خدای صلح و محبت است. تشکر دوستان عزیز، برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. اگر کدام سوال، پیشنهاد، انتقاد و اگر کدام پیام داشته باشین میتونید از طریق شماره ها و آدرس های مختلفی که در زیر از این صفحه میبینین با ما تماس بگیرین. من حتما با شما در تماس میباشم، پیام هایتان نشر میکنم و این تلویزیون خودتان است، به این از استفاده بکنید. تشکر. تا ای که با یک موضوع جدید بازم میم در خدمت شما قرار میگیرم. همتان به خداوند ما عیسی مسیح میسپارم. خداوند عیسی مسیح همراهتان باشه و برکتتان بده. در نام خدای زنده و حقی و نجات دهنده ما یسوع مسیح، آمین.